آزمون خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند بخشیده به روز بین المللی پست کردن خفت آفت‌های طبیعی با ابتکار بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت سوخت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 مرکزی ولایت برگزار کرده شد. در آزمون خوانندگان رسم‌های خود را در موضوع‌های حفظ محیط، پیشگیری آفت‌های طبیعی و امنیت انسان در حالت‌های فوق‌العاده پیشنهاد اعضای حکمان نمودند. همچنین در موضوعهای وابسته به حالت‌های فوق‌العاده، پیشگیری تلفات جانی و مالی و انشاءات از آفت‌های طبیعی و مانند آن مراحل از طرف اشتراکداران آزمون مورد بررسی قرار داده شد. طوری که قید گردید هدف اساسی برگزاری این چاره‌بینی بلند برداشتن معرفت اکولوژی و فرهنگ بی‌خطری میان نسل نو است، جلب آنها به حفظ محیط زیست و آموزاندن راه‌های درست عمل در حالت‌های فوق‌العاده میباشد. همچنین ضمن صحبت نمایندگان بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت سوخت اظهار داشتند که با مقصد اجرای نقشه چاره‌بینی‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در مؤسسه‌های تعلیمی درس‌های کشاد گذرانده شده به خوانندگان اید به نمودهای آفت‌های طبیعی، طرزهای پیشگیری از آنها و قاعده‌های رفتاری درست هنگام به عمل آمدن حالت‌های فوق‌العاده معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. همزمان در این آزمون خوانندگان با تجهیزات نجات‌دهی شناس گردیده به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گرفتند. در اساس فرمایش رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری اسلامی از سال 20 سپتامبر سال 2025 تحت رقم 263 و طبق نقشه چاره‌بینی‌های ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت سوخت که همه ساله سنه 13 اکتبر در سراسر جمهوری اسلامی گذراندن روز بین‌المللی پس کردن خفت آفت‌های طبیعی در نظر است. مقصد از آن عبارت میباشد که هر یک خواننده، هر یک طالب علم فهمد که خفت آفت‌های طبیعی، رفع حالت‌های فوق‌العاده، در حالت فوق‌العاده چی باید کردن، در حالت فوق‌العاده طبیعی، تکنولوژی و همه حالت‌های فوق‌العاده آماده باشند. یادآور میشیم که 13 اکتبر همچون روز بین المللی پست کردن خفت آفت‌های طبیعی قید کرده شد و به این مناسبت در حدود جمهوری ولایت چاره‌بینی‌های مختلف دایر گردیدند که آن را کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تحریزی نموده است. ذکر گردید که رشد فرهنگ بی‌خطری و تحکیم همکاری‌های بین المللی یکی از سمت‌های اساسی فعالیت در سمت کاهش خفت آفت‌های طبیعی به حساب می‌رود. در خاتمه آزمون بهترین گروه و خوانندگان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای بخش ولایتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی قدردانی کرده شدند.